امانت دسته داداش من این ماشین کلا یه دونه عقده بازی در آورد. همه جوری یه ذره آروم برو. حالت هوا داریم از هواپیما از پر لوراسپام بگیریم بزنیم. اولفاز یا ما این ماشین نیترو هم داره ولی خواهی نمی‌کنم بگم بزنی. آلتو بزنی بگم بریم تو در میتونجون بشی. خیلی مخلصیم. چاکر بچه‌ها، دمتون گرم که منو دنبال میکنید. من اسمم حمیده. امروز قراره چند دست با بچه‌ها رول پلی بزنیم. ویدیوهای خیلی خفنی قراره ضبط کنیم تو این کانال. از اینکه منو حمایت میکنید، سابسکرایب میکنید و تا آخر ویدیو منو همراهی میکنید ازتون ممنونم. فقط بچه‌ها لطفاً سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنید، کامنت بذارید. دمتون گرم. بریم یه چند دست بازی کنیم، بترکونیم. داداشم بابا بناز چطوری داشت بیا؟ بله داداش اومدم بالاخره. بابا حلالت باشه. داداش بریم یه دوری بزنیم ببینم. رفیقمون ایتمنم از پشت. خب من گفتم پیشمون باشه، حواسش بشه، شهر یه ذره خطرناکه. خب حله داداش، حواسش به ما باشه. دمت آره گرم. دست پرم از سایه. به به دستش درد نکنه. بریم شهر رو بچرخیم ببینم چند چندیم. بيجي من هذا قد مثلا انا لو من حواسي بشتغل الو چه خبر؟ سلامتی داداش. همه چی خوبی؟ اوکیه؟ شکر خدا. اوکی. شما رو دیدیم اوکی ترم شد. عشقانی مهیارم الان پیشمه. به سلام برسون بهش. داداش من میخوام از فرودگاه شروع کنم، شهر رو بهت نشون بدم. برو بریم داداش، برو بریم. آره برو بریم بترکونیم. ازدواج نکردی؟ نه داداش فعلا نشده که بخوایم ازدواج کنیم. بابا مشتی تو الان دیگه باید الان سه بار ازدواج میکردی، چی شد؟ بعد روزگار دیگه داداش، بعد روزگار ما دیگه افتادیم توی بازی و اینا. شیطونی نمی کنی یعنی دورمی چیزی؟ حالا شیطونی هم باشه میکنیم دیگه، هیچ کاری نمیشه. همین جون بیا بشین خودت پشت فرمون. دوستم بشینی پشت این ماشین هم داداش همی بابا باری کن بازی هم ازت حلالت باشه. تو هم زدم. خب یه خودت واسه اومده؟ آره داداش، آره داداش. آره داداش من یه ذره ناشی هم دیگه داداش، ببخشید خدا. داداش فقط مادر ماشین آورد جلو چشاش داداش ماشین یه ذره امانت دسته. داداش من این ماشین کلا یه دونه از تو شهر. سلطان میخوام نگرش دارم و ماشین نوعه تازه رسکه دستم یه ذره عقده بازی در آورد. همه جون یه ذره آروم برو. دام شل شد. داداش من حواست هست از پشت. داداش راننده ناشیه دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. این ماشین نیترو هم داره ولی خواهی نمی‌کنم بگم بزنی. آلتو بزنی بگم بریم تو در دیوار. بعد ماشین زدی نصف ماشین را پس زد تپاسی. آقا پیاده وایس من بشینم. جونو هم بذار من بشینم. نه داداش اون نه. ماشین نمیرسی. آلتو بزن همین. داداش که دیدم مادر ماشین بابا بیناز. داداش همین جان. داداش داداش خودت بشین داداش، خیلی وضعیت خرابه. بشین داداش. داداش من ازت عذرخواهی میکنم، من از تو عذرخواهی میکنم. بابا نشستی پشت فرمون که پیاده شدم داداش. داداش ندیدیم از این ماشینا، ندیدیم دیگه داداش، ندیدیم. عذرخواهی میکنم ببخشید. آقای هیتمن داداش حواست هست دیگه، ما مهمون داریم، حواست باشه. خوب نزد همین دارک سول اومده مشتی. عشق داداش. کی پروازت نشست؟ من دیشب داداش
تو ماشین نشه؟ دیشب آره داداش. آقا از اینجا هم میندازم پایین ببخشید دیگه دیدم مادر ماشین یکی شهری گفتم داداش میزدمش رو در و دیوار پول میداد. شهرداری انگار هماهنگ کرده بود پول میداد. خیلی دمت خداییش خوب اومد. باریکلا. با مشتی پای سر من بیا باشید من دم شما گرم. مرسی که هستی دایی. دوست دارم با هواپیما شهر رو بهت نشون بدم. خب بریم داداش بریم. ماشین ایتوانم خوب میره. قبول داری؟ آره پا پای سرمون داره میاد. تخته کرده داره میاد. این هم افتخاری زدم. بابا بنازم. به به. عشق داداش. حلالت باشه دایی. حلالت باشه. آه یه تعلیم رانندگی هم من باید برم. خیلی وضعیت خرابه. حاجی تیراندازی شده. بنازم. جونم داداش جونم. هستم داداش. به به. چه شهریه به به. خلبان پویان داداش چه حالی میده. همه شما گرم. چه شهریه. دادا صدا خیلی زیاده نمیشنوم. دادا حالت هوا بهم دست داد. بشین داداش بشین. حالت هوا دست طرف. جونم خلبان. به بالا وایسا. جانم داداش جان. داداش چرا صدات نمیومد؟ من نگران شدم فکر کنم تگری مگری زدی آقا. آره داداش یه ذره دل رو دل ریخ به هم دیگه. جدا داداش چطور بود؟ به به. چطور بود؟ خدایی قشنگ. شدم و وطنش داداش آره اصلا پرواز کردیم یه جور حالم بد شد دایی. اصلا آقای ایتمن لطفاً بشین پشت فرمون. بشین پشت فرمون یه جا رو عد میکنم داداش بریم اون یکی فرودگاه. بشین پشت فرمون قربونت برم بالا. آره داداش برو بالا بشین. سوار شدیم صدات خیلی بد میومد. بشین پشت فرمون. آره داداش یه جا رو عد کردم اون یکی فرودگاهه. بله سوار میشیم من صداتون رو دیگه خیلی ضعیف دارم. صدامو داری ردیفه داداش. دادا تو جزیره کیش میخوای پروازم کنی؟ نوکرت هم درخت‌ها رو همه رو خراب کردی. دادا بابا بگاه رفت داداش. داداش یه کف دستم که بخوای بزنی حساب کنیم مثل هواپیما رو بگاه داری. جانم داداش. من حواسم هم به شهر باشه. هر آن ممکنه برو داداش برو حواس. چون روی استریم هم هستم دوربینو میزنم. سلطان آخر بشین بریم. بشین بریم. اول شما بفهم
داداش در رو بس. حمید بریم داداش سوار شو بریم. به چاقم بابا به به. برو بینم. سلطان مکانیکی هم حرف نداره. یک شفه دست سری در رو بردی داره. باری چند خوشم اومد. صدا تو خیلی ضعیف دارم ولی دارم. آره داداش دارم. به به. این بود که میگن اینجا بود بس. بابا به به. بنازم شهر رو بنازم. دادا حالت تهوع گرفتم دوباره. داداش صاف کن قضیه رو. صافش کن داداش. آقا داداش با ایرباس که این کارها رو نمیکنن. اون جته داداش من. داداش حالمون بد شد آقا. ای وای دادا عمو پویا رانندگی رو میدی دست ناشی همین میشه دیگه داداش. گفتم نده دست ناشی دیگه. شما پرشو گذاشتی دست ما. دیدی چه اتفاقی افتاد؟ درسته آبنماز خود داداشه. از اینهاش پای خودشه. نده دیگه. اعتماد نکن به هیچ کس. اعتماد نکن. بابا به به. بابا به به. دیر اومدم. دیر ذره. ما امنیت اون دست شما. داداش هرچیو که پول میدن نباید برداری که. بیا یه تش میشه این دیگه. بیا آقای ایسان بی زحمت از تو گاراژ یه 2 تا ماشین چهارچرخ میاری. خب همین جا این لحظه این سمت هواپیما رو نگاه کن شما. من تا الان چقدر هزینه کردم بگارم. خودت بگو. شما حداقل $1 میلیون دفعه ندارید. $1 میلیون کمه کم. جت شخصی داداش $100 میلیون بیشتر. البته سلطان این چیزه. این هواپیما یارو چیز داداشمون بود. ریدیم توش رفت. آخه ناشی هم بود. واقعا ریدیم. بیا سریع برداشتی دیگه. ندید بدیده بدبخت. سریع برداشت هواپیما. ای بابا. اینجا رو ببینی. اینجا بچه‌ها که خاکی هستن میارم. دخترا میارم تو شهر که ذره رنگ و لعاب داره. میاد اینجا چیزه دیگه. کوچه خلوته دیگه. به به. داداش بیا. بابا جی کلت رو جلو چپ میکنی. من ریدم تو دست. داداش به اون $1 میلیون بکنش $2,500,000. من گفتم آقا ماشین چهارچرخ میخوام. نگفتم جی کلت. ماشین چهارچرخ اینو تو شهر باید سوار شی. داداش من اینو بذارم تو گاراژ. آقای هیتمن تا ما بیایم داداش بعد اون پشت بیارین نرفته بگرد. یه ذره کنگوشا دمی جون ببخش. من اینجا کار کنم. دایی داداشم داداش. داداش سویچش هم میذارم این رو. کجا گذاشتی داداش؟ گذاشتی؟ جا کجا؟ اون بغل گذاشتی؟ اینجا دم شما دایی هم داداشم. سریع ترین ماشین شهر. داداش من میخوام یه ماشینی که سقف نداشته باشه. بلوک باشه. برو هم پشت بیاد. برو اسمی وضعیت اون کنیم. همین جون داداش. این ماشینه رو بهش باشون. برو بریم داداش. برو بریم. داداشم صدا رو میشنوی داداش؟ He's rushing bro. همین عوض شدی یا ذره پیرمیر شدی یا داداش دیگه سنمون رفته بالا دیگه. مثلا نمیکشید. سختی زندگی کار مشکل.
ولی شما رو دیدیم رویمون ماست شد دایی. همه شما یا هزینه کردیم امشب انشالله جبران کنیم داشت. همه شما یا داشت رفت ماشین رو بسازه کار کنه. I don't know why you were safe there. داداش تو یه لحظه اینجا وایسا من الان میرم میام. برو داداش برو. دیگه بالاخره ما دیر به دیر میایم اینجا یه ذره. باتریش خوابید. سیم باتری دارم یه باتری به باتری بزنیم براش داداش. سیم باتری همون فرودگاه اول بود دایی. کی بود زدن؟ ناموسن؟ آره داداش. بابا همه چی آوردی بابا. آره. جواب افزارم همیشه با همه. داداشم. باشه شهر رو میبینی؟ شهرداری زیاد به اینجا نمیرسه. باشه همین رو میخواستم. بابا بنازم. بابا این چیرخر چطور هست؟ همین جون بشیم قربونت برم بشیم. بریم داداش نشست. آده آروم برو یه ذره حالت هوا داریم از هواپیما از پرواز داداش قبلی. برم داروخونه. داداش برو یه سر داروخونه یه لوراسپام بگیریم بزنیم داداش خیلی حالمون بده. یه ذره روغن ریزی داره. روغن ریزی هم داره. ایتفن دمت گرم آقا داداش همیشه دوست داری. داداش یا ابوالفضل یا ما داداش ایتفن محکم گرفته محکم گرفته مشتی اینجا رو نگاه بابا به به چیش نمیشه نگاه داداش چه چرخایی میزنی برامون به 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 داداش از همینجا یه شهر دیگه دارم کامل بهت نشون میدم میخوام ببرم زعفرانیه برو بریم داداش برو زعفرانیه رفتی دادا داداش اون موقعی که ما داشتیم میرفتیم از ایران خاکی بوده الان نمیدونم چه شکلی شده الان ساختن نداشت ساختن ساختن بالا شهر بهش میگن بالا شهره بالا شهره از ما با این ماشین بریم اصلا همه پشماشو بریزه آقای قالیباف از وقتی که شهردار شدن رسیدن دمش شهر به کل شهر رسیدن دستشون درد نکنه قشنگ مشخصه داره سرسبز میشه بریم میریم جلو دستشون درد نکنه داشتم این پیمانم آمد داشتم این جونم داشت پیمان داداشم مهمون ما شده همون پیمان همون پیمان همین دارک همون پیمان این ماشین شما رو کم داره فقط داداش حامد نحاول نوشتي بيجي من بعد يجي بعد حتى يجي بلد يجي من بلد تمام دادا یاد جاده چالوس افتاده همین جون جان دادا بشینیم عرق بخوریم بشینیم داداش بشینیم عرق میخوری یا شیشه ای؟ با شما همه چی میچسبه عشق داداش من عرق کاستی رو میگم داداش منم چیزو میگم عرق بیدمشکو میگم صفت ها همیشه حواسش هست من عرق کاستی ندارم بله داداش چیز عرق نعنا رو میگم من فقط عرق بیدمشک فقط حتی خارشوتورم باشه میخوریم به دوتا جوجی بگم بیان بزنیم داداش بزنیم آیه ای؟ داداشم بزنیم دیگه بریز به پاش کردی و سمون سنگ تموم داری میذاری وای چقدر هوا خوبه داداش هوا آنگولاییه سمت شهر آلاسکایی بود سرد بود ولی الان اوکی نو پرابلم همین چونه داداش برجه رو میبینی؟ داداشم یاره داده آره دیدم داداش یا ابوالفضل چی دیدی؟ آجی داداش ولی حلالش باشه چه ماشین سفتیه دایی میبینی داداش؟ آره داداش میلاییه داداش این قراردادشو می‌خواستی ببندی بستی قراردادو چی؟ قرارداد خونه رو می‌خواستی ببندی بستی داداش آره داداش بعد کردم
داداش اشکال نداره. بالا شهره خب اینجا چیز بوده بلنجک ما ما بریم زعفرانی برو بریم داداش. آقای هیتمن قربونت برم بی زحمت یه ماشین خفن همون خوش میکشی بیرون اینجا این مغازه منه دنیم خب داداشم بالا شهریم داداش بالا شهریم اسنایپ غلاف کن غلاف کن داداش باریکلا رفتن شمال بنازم بابا بنازم داداشم بریم برو بریم دوست دارم بریم بالا خب بریم داداش رفتیم اونجا هلیکوپتر رفتیم حالا بهت میگم باشه بابا بنازم بنازم یه ذره عده بوم میزنم ببین کامل نبرم تیم قدیم بابا آقا بریم برو بریم داداش برو داداشون برجه رو میبینی؟ برو داداش بابا به برو داداش برو بریم خدایی شدمت کم یعنی خب همین میخوام بریم بالا بپنیم پایین آقای هیتمن زحمت هلیکوپتر رو واسه ما میاری داداش بله فقط آسانسور هم داره بعد چیز چطوری؟ انقدر شما به ما ضرر زدی کجاست آسانسورش؟ برو بغل برج و این چیزی که توی چت بنویسی میری بالا آسانسور میبری بالا برج هستم داداش من همیشه با هلیکوپتر شخصی میرم میخوای بشینم من؟ آره داداش بیا بشین حمید بچین جلو داداش بشین اختیار دادی داداشم بشین جلو راه نداره داداش بشین جلو بشین آقا بشین من بریم خجالت بکشم باش داداش چی؟ ای بابا بشین دیگه داداش باشه داداش داداشم نشست بریم داداش داریم میرسیم داداش یه ساعت خداوکیلی هم کل شهر رو جلو رسیدم هم میخواییم حلالت باشه بپریم پایین چترازی هم داریم بس ولی شب آقا رسیدی؟ بابا بنازم دادا تو با رفتن هم مشکل داری یا رانندگیت که هیچ راه رفتنت هم مشکل داره سلطان چیز میزی زدی دیشب کلش داداش چجوری بریم بالا؟ چجوریه؟ دادا هلیکوپتر رو بکش بیرون بریم بابا اصلا این کارا به ما نیومد چی زدی قبلش به من بگو من نزدی من علی زده نخورده به
برم وایسا. بیا نگاه کن علی پیری نگیره آمد نه علی بدم نایفش کن نایفش کن نزاش نشد نایفش تو تیزی خوش کن نکنی من مرد تنهای شبم وایسا برم شهر زیر وایسا پایم من یکی بود علی خوابش بود معلومی کجاست گم شد داداشم داشتمی جونم داشت پویان کجا رفتی داداش داداش نبودی دلم گرفت اصلا این بالا داداش من چرا الان ندارم آقای هیتمن شما قبلا به ما دادید هیتمن اومد دنبال تو هیتمن اومد دنبال پویا چتر نجات چجوری باید داره داشت چیز کنیم داداش شرط نجات نمیدونم آقای خودش میاد خودش داداش نزنه آقای ماکا ماکارونی بهت میدم خب همینجور بپریم پایین چتر نه من ندارم چیکار باید کنم اول تو بپری داداش چتر کاپلی هم بپریم چتر ندارم چه ستون ایمو بزن خب ایمو زنی ویپن آره خب بعد اولی همچه وایسا من جت آلم مثل نرو همین اوکی الان داد به الان داد به تش جان داداش آمادم تش میپری پایین میمیریم اینامو دفاقت باشا چه صاف حتما تتو بزنم اینجا نبزنم پس چه غلطی بود کردی؟ اون توه اینجا من مهمون بپر خدا زده همون بیا سوار شم داداش بیا دادا بیا این همه باید صداشو ندارم حالا بهش میگم بابا بگوش دیگه میشه تو فهمت نستم داداش من چترم باز نشد یعنی پریدم پایین چترم باز نشد بیا اینجا عضله امتو بزن خب کدوم قسمت برم؟ چی؟ صدات قطع میشه بپن قسمت خب بعد آها خب چه دیرتی؟ تو بشه بدی؟ اوتو هستش آره روشنه تیکش روشنه خب آره دیگه الان خب میپرم پایین دکمه ای باید بزنم نه چت باز میشه بعد چیزو میزنی راستی چتو میزنی و چتت باز میشه دیگه خب بعد همون از توی قسمت F2 نورایدرت آف کن که چتت باز بشه تو کدوم قسمت؟ کدوم قسمت؟ F2 نورایدرت آف کن آها این رنگ دوله چیه؟
نورای دوله مال اینه که اون پات شکلی آپشنر هم بگو عضله بپریم. یه لحظه وایسا نپر. آره سس کن. خود جوش برید. ببینید نه وایسا چیکار کنیم آقای ایسمن؟ پایینیش هم آن کنید پایینیش هم جمع پایینیش هم آن کنید نه ام خب آره آره بعد بالای زدم برش الان بپری داداش آمادم ولی خب ایشالله که دوست دارم با هم دیگه به سمت اون ور بریم داداش. این پایین بعد پایین بپری بیا بریم پایین بیا زد نایپش کن تو رو آقا دوست دارم همگی با هم بپریم همینجور برو میرم بازنده از این میمونه بازنده از اون دیگه 12 داداش هم میمونه از این داشت بیبنم آشبویان کجا رفتی داداش؟ آشبویان کجا رفت؟ داداشم یه عالی بود داداش. داداش شهر زیر باد بودا داداش اصلا به به نگم من بچه همه ترسو مهمونا رو می‌رسن آقا جان چه نداشت. کاری بکنید یکی یه هلیکوپتر بیاره بریم یه مسابقه هم بدیم داداش چی کار میکنی آخه نوکرتم داداش ریدی دکل برقو زدی به گاه رفت برقا رفت داداش. داداش ریدی داداش داداش ریدی داداش. What the fuck bro همو پویا داداش پویا داداش داداش اینا دیگه ماشاءالله داداش دادا یه هلیکوپتر بکش بیرون داداش.
بازی هم نداشتم. برو داشت تعصبتو میکشم برو داشت. عالی داداش عالی. دوست باش با هم. این با ماشین میمد میداد همین مغز تو سریز میکشه زیر اویا نداشت دیگه واسه امروز کافیه. مغزمون درد گرفت، حالت تهوع، دست پامون از دست دادیم. داداش حالا باز یه ماشین بردا برو، من باز میبینم داداش من اینجا با یکی صحبت نمی‌کنم. باشه داداش من میرم بس داداش. خیلی مخلصیم. چه حالی داد. دمتون گرم که تا آخر ویدیو با ما بودید. ترکوندیم، کلی حالا حرکت‌های خفن زدیم، کلی خندیدیم. بچه‌ها دمتون گرم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. سابسکرایب یادتون نره، لایک، کامنت، شیر. دمتون گرم. مخلص همتون. تا ویدیوهای بعدی چاکرتونم. خداحافظ.